آی سرم درد میکنه کو پدر من دو دستا خور بگیره با سر من آی دو دستا خور بگیره ور نداره الهی کم شوه دردای سر من آی پدر خوبه که مادر نازنینه برادر میوه روی زمینه آی شما مردم همه با هم بسازیم که آخر جای ما زیر زمینه این برقا با کجا رفت؟ رنگا که تو برقا با خاک چه که سال با 12 مانی امروز دیگه ما درک شما میزنم که شما با کجا میجیم هر روز گردان ما بند باشه اگه پیش ببرین تو صبر که از همسایه بپرسم که اگه بودد با فکرش مردار اومد تو صبر که هر روز ما شما به من نون و نمک گله میدم میگم خیر باشه آنا کجی جان همدا نباشی کجی جان اشتنه بچه خاله جان جانجره یار هستی خیریته کجی تو گفت بزی که برقا شما هم برفت تک بجیست نه ما برق داریم گیر لگو همال میگم همال ما برق داریم گیر لگو داریم برق داریم راست میگی کجی جان بله هم یک نیکی بکو برقا ما بجسته همون باسکل خود بز جوان سرم 10 دقیقه برم اونا رو بیارم کجا داری بیاری؟ چیز از همون جایی که برقا می آید تو مرد سخت و گیل خرابه بله؟ بیشتر تو میبری برقا رو بیاری گردانم بند باشه میرم میارم تو چی کردی این باسکل خود بده 5 دقیقه میشه میرم جوان باسکل من میتونی تو ای کنی آن خیلی لامپ همسایه هم کروشانه میگم برقا هسته از ما بجسته برفته حتما برقا شما فیروز تازده بله فیروز تازده باشه نه ما فیروز نداریم ما فیوز همین فیوز یکا سویچه کوی نیه تا چه چینده نه تا نداره نه چه برقای شما خراب شده باشه بسخته باشه خراب نشده نه سخته برارم این نونی که بسوزه برقا ما بجسته برفته برات کار خورفته تو ما باسکلی بیار که ما برو می دفعه اینا ایر بگیرم نه همین جگاه مجگاه با طعم دیکونی بگم تور سلات میکنم وقتی بیار یک باسکل خون یاری لما بس رات نمیفهم خوبه باش من برم باسکل خون بیار تو چه کنم اشتیام بوده ای بیشتر نمیگی با بس چه کار میگه دیگه به پول پشت رفتی؟ کشی؟ بیا دیگه رقیب باسکل میگه خرابه زود باش دیگه که شهر بیری نشه با خدای خیر بینی کجی جان خداوند تو خرابه دل جوان زندگی سکو دل جان باش بیری برو برو خیلی همین گری نمیفهمی از کی نوردن اتر ما نه نمیکیایه بله بیا همین گری خود بردار بیا برا پس کو برای من بیای با گوش کنی باسکل من مغز سردی خرابه چی بلا میگم من میرم برای برقا برقم آورده شده میگه که این میره برای برقا دیونه شده میگه لپتاپ کمپیوتری داره
سلام نیلی لاشتن جنجر خیریت چه راستی جنجر رفته خیریت چه راستی میگم ببخش برارم برقا شما کانی روشنه امی برقا ما بجسته با کجا رفتم ببرم براد از اینا بجسته برقا شما بله اعمال 10 دقیقه پیش نال باسکل برفتن 10 سال کجی بستونم انا چیز برقا ما بجسته نمیفهم با کجا برم الان تو پیش نشسته نبودی پیش کی پیش برقا بودم ما خونه بودم خوشته جسته اینا همه مازم یک بار دیدم لام خودی خاموش شده انا یک بار بیری شدم از سرا کجیری نپرسان کردم گفت که ما چون برو به کجا باسکل خود بدادن تو یک کار کو ها میری به من شفاخونه بفهمیدی برقا شما حتما اونجا رفته به شفاخونه فقط مستقیم میری اونجا باسکل گفتی از کجی رسوندی با اون باسکل سوار شو بفهمیدی پشت سر خلاصی نمیکنی حمید به کدو بخش برم بخش عاجل چی بخش عاجل عاجل برو چی بگم برو بگو برقا ما چرا آورده شما به دکتر سایبان دکتر و پرستار و همه میجگایا بگو برقا ما شما چرا اینجا آورده اونا آوردم اینا اشتباه کردن که بیامدم از همه جا به سر ما آمدم خوب میفهم که تو چرا اونا بیعقلم که بیامدم به سر ما بردشم میفهم که تو سادی تو سر دو برق وانه میشمی تو برق از پیش تو ببردم با بیلا البته پیار من قرضدار بیدم شاید نمیفهم این دیگه برو پیار خوب بپرس راست میگی برو اونجا برو فقط مستقیم برو به شفاخونه به شوبی عاجل های شوبی عاجل بخش عاجل بخش عاجل بخش عاجل بخش عاجل برو اونجا برو خیر بینی تشکر خداحافظ نیلالله جو خداحافظ خوش آمدی خب شما سه گانمی بدبختی بینوا این خب بیچاره خب سادی خب سر از میزی که پا نمیشه بیامده و دم دیکن من که برقا مرتون ندیدی برقا ما با کجا رفته برقا که با به سر جا خونه حتما یا فیوز رو بسخته یا بپریده یا برقی بیامده فیوز رو وا کرده حتما یا قرضدار یا بالاخره هر رقم که بیده خب مگر تو بری مشکل خبری یا ساعت برق بری تو مگر بیا از مو پرسی ما تو آدرس نخود سیار بدم که برای مستقیم برای شفاخونه بره او را مجگاه برق ببینید سه کچگاه مش برق مرغات رو دست بده یا نه که تو را مجگاه به سر خو شاید بخوابونم بیچاره بینوا عباس بله میره عباس تو یک دقیقه بیا عباس بله میگم تو باسکل پنچر شده پنچر شده دا بوله باسکل سوار شگیل اکثر چیگری پنچر میشه عباس از منی از کجیره همسایه ما عباس بله همه ما همین نیلولا برفتم مثلا دیکن نیلولا گفت که برو به حساب برقا گفت برو به چیز برو انا نیلولا رو بدیدم گفت برو به سرا عاجل انا به شفاخونه به تا دیکن عاجل چره؟ انا گفتم برو شفاخونه عاجل برقا ما برفتم اینجا رفتم انا گفتم برقا شما اینجا نماده کجا برم من؟ حالا گپ چیه؟ برقا ما از سرا ما بجسته خب بفهمیدی برقا ما از سرا ما بجست برم ما برفتم در دیکن نیلولا رفتم نیلولا گفت کنه تو برو به شفاخونه برو به دیکن عاجل برفتم اینجا گفتم که نیه نیلولا تو رو راحت برق و شفاخونه عاجل رای کرد انا حالا من گفتم کجا برم من چه کار کنم اینجا اشته بشه از کی بپرسم که بگم ایلا حالا تو برات برق میپلی آنی سرمونی سکوی سر لامپا روشنه سرمونیه گیلا تو یه گپ میگم امکان داره که برقاش ما برفته باشه به ترکمنستان به چلمنستان ترکمنستان امکان داره که برقاش ما به اون کشور رفته باشه خب چه کار کنم؟ تو یک کار که پاسپورت داری؟ پاسپورت داری؟ پاسپورت نه تو اصلا تذکره داری؟ نه به تذکره ای؟ من جمله نفیس افغانستان نیام تو تذکره هم نده کی؟ اگه تو تذکره میدیشی تذکره خو ویزه میکردی میفتی به ترکمنستان راحت برقا تذکره رو ویزه میکردم تو دیوانه برقا تو بازی دیکونه بازی شفاخانه بازی سرانیه برقا تو امکان داره بفته باشه به ترکمنستان به سلام سایا میگی نرفته باشم نه اونجا رفته اگر پاسپورت میدیشتی برو پیاقه بگو پاسپورت اگر دام ویزه کنه بره برات برقا به ترکمنستان به اینجا؟ تو که تذکره نداری بی تذکره ای تو برو خور الله فهم نکن بفهمیدی؟ باید برقا نپال
برفته با ترکمنستان. برقا همه مردم لوکاست از ما بجیست. از شما برفته دیگه اونجا رفته. تا اینجا؟ مگم برادی بره تا برادی هم نمیایه. به ترکمنستان؟ ترکمنستان. ترکمنستان بگو تو برو. چه اینی اولای خوردگی لد. بگم رمضان چی ایدگل ایدگل ببخش برای من همین برقام به سرا شما نامده باز تو میام در سرا شما خیریاته چی؟ همین برقام به سرا شما نامده برقا شما به سرا ما گردن بند باشه شاید 1 ساعت 2 ساعت باشه برقام بجسته همین البته اگه به سرا شما آمده من کار برو بروی همسایه داری بعد یلکو که بیایم پس به سرامو بیایم انو نه آمده ولی برقا شما نه اونو حتمی با عموم رفته براد یخ ها؟ با عموم رفته برقا بابا گردن بند باشه یخچال ما پر از یخ لکه پر یخ اگه هم برفته که بیاره ها؟ با عموم رفته برقا شما چطور با عموم برو در عموم براد اینو بگم به چی کار؟ براد یخ رفته لالا تو میفهمی به قبل نه من میگم یخچال سر ما پر یخ اگه ما استمونه چرا تا یخچال ور نداشتم بخور نه فهم خود تو برای مادر خوب پرسا خود برقا کام در خود پرسان که بگو چرا بری و نماده دیگه اجیرم که بدم نماده میایه 10 دقیقه کی مثلا 10 دقیقه دیگه میایه بخیر نمیفهمی کجا رفته میگم با تو که با عموم رفته دیگه آها با عموم ها بیا برو گیلک جو بیا چله حالا این وردگه کجا میبری؟ ما استمونه در سر شما بپرسم میه کسی به سرام دیگه در سرام نری در لحظه خب خود رکته بدم بفایدی میایه 10 دقیقه دیگه میایه بخیر